بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انت کما احب فجعلنی کما تحب. خدایا تو آنگونه‌ای که من دوست دارم، پس مرا آنگونه کن که تو دوست داری. به حق محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، اللهم آمین. سلام خانم ها آقایان محترم، هم نفسای دوست داشتنی یاد خدا. الهی که خوب باشین. ممنونم که اینجا هستین. ما دوست جلسه هستش که با موضوع ضرورت انس با قرآن کریم، کلام آسمانی وحی، این یادگار گرانبهای نبی مکرم اسلام، برنامه‌مون رو تقدیم شما میکنیم و کارشناسمون هم استاد جلالیان هستن که این نوبت هم قدم چشم حقیقی گذاشتن. آقا سلام، خیر مقدم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و بینندگان محترم. امیدوارم که در پناه قرآن و در زیر سایه قرآن باشیم. الهی آمین، الهی آمین. به برکت دعای خیر شما خیلی ممنونم. یه خلاصه 1 دقیقه حدود از برنامه قبل ببینید و برگردید، ما گفتمون شروع میکنیم. بفرمایید. بله، عمدتاً عوامل محجوریت قرآن کریم در زندگی رو مورد کنکاش و بررسی قرار دادیم توی برنامه گذشته. اواخر برنامه سوالی برام پیش اومد که حالا توی این برنامه میخوایم عمدتاً بهش بیشتر بپردازیم. اونم اینه که رویکرد خود اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، امامان ما، نسبت به قرآن کریم و آموزش قرآن کریم و اینکه قرآن بیاد در متن زندگی مردم چی بوده، چطور عمل میکردن. اصلا مثلا حضرت امیرالمؤمنین حضرت زهرا علیهم السلام برای بچه هاشون حسنین، زینبین چیکار میکردن که اونا بیشتر مأنوس بشن با قرآن کریم. امامان بعدی توصیه هاشون اگه ممکنه راجع به این صحبت. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که اگر ما توصیه های اهل بیت رو راجع به قرآن جدی نگیریم، ثمره جدی نگرفتن محجوریت قرآنه. ثمره محجوریت قرآنم این هست که اوضاع مسائل اجتماعی، اخلاقی، در مسائل اخلاقی در اجتماع و امثال اینها همه رو به افول خواهد رفت. اتفاقاتی گاهی اوقات در زمان ما، در عصر ما که در واقع علم پیشرفت کرده، فضا تغییر کرده، نسبت به 1400 سال قبل خیلی هم تغییر کرده، ولی شما مسائلی رو میبینید که به مراتب به دلیل اینه که این قرآن محجور بوده در فضای اجرایی زندگی و اجتماعی، خیلی از اوقات متاسفانه وحشتناکتر و بدتر از جریانات قبله. من اخیراً یه کلیپی دیدم، شما حتما دیدید در فضای مجازی، که در واقع این اتاق شیشه‌ای امروز نمیذاره چیزی بر انسان مکتوم و پنهان بمونه، که در مثلا یک کشور اروپایی نزدیک به 1000 نفر یک جایی تجمع کرده بودن و نقاب حیوانی رو، نقاب سگ رو به صورت زده بودن و این آدم ها پارس میکردن. حرفشون چی بود؟ این بود که اینها مثلا دلشون میخواست که شبیه این حیوان باشن، به عنوان مثال، یا نظائر این مسائل ها. یعنی انسان وقتی نگاه میکنه میبینه وقتی قرآن محجور شد، کتاب هدایت، کتاب برنامه، این کتاب آسمانی، ثمرش این میشه که سطح زندگی و خواهش های انسان انقدر پایین میاد که خودش رو در کنار مثلا حیوانات میبینه. بل هم ازل، بل هم ازل، واقعا تعبیر قرآن از حتی از چرا؟ چون اون حیوان واقعا از نعمت عقل بی بهره است. اون بر اساس غریزه زندگی میکنه که ما غریزه اونم متاسفانه امروز بعضا داریم مدیریت میکنیم. ولی انسان عقل و غریزه است، با این عقل میتونه به چه مقامات و کمالاتی برسه. حالا سیره اهل بیت در این قرآن، راجع به این قرآن کتاب آسمانی چیه؟ ببینید امام صادق علیه السلام میفرمان علیکم بالقرآن، یعنی مردم مراقبت بکنید، بر شما باد به قرآن، به کتاب خدا. دیگه از این لفظ ما در ادبیات عرب بالاتر چیزی رو علیکم بالقرآن، یعنی بابا حواستون باشه، برید سراغ این. نهیبی درش هست. بله، یه دستور نهیب واری درش هست. فما وجدتم آیة نجابها من کان قبلکم فعملوا به. آقا میفهمن اگر رفتید سراغ این قرآن، آیه ای رو دیدید که قبل از شما به اون آیه عمل کردند و نجات پیدا کردند، رشد کردند،
یه قومی رو دیدید بر اساس قصص قرآنی و پند و اندرزهای قرآنی، دیدید یه قومی و گروهی رو قرآن اسم میبره، میگه اینها به دستورات خدا این دستورات عمل کردن، رشد کردن، میگه بهش عمل کنیم. مثل چی؟ مثلا آیه شریفه من یتق الله یجعل له مخرجا. خدا میگه آقا من راه خروج از همه مشکلات رو برای بشر قرار دادم. راه خروج از مشکلات و گرفتاری ها تقواست. داره بیان میفرماد تقوا میگه مالت یعنی باید پاک باشه، زندگیت باید پاک باشه، گفتارت باید پاک باشه، نگاهت پاک باشه. برای پاک شدن اینها باید انسان زحمت بکشه و تلاش بکنه. آقا میفرماد نگاه کنید به آیات قرآن، به جریانات قرآنی نگاه بکنید، به قصص قرآنی نگاه بکنید. اون آیاتی که باعث نجات اقوام گذشته شده دستورات قرآن رو عمل بکنید. و ما وجدتموه هلک من کان قبلکم فاجتنبوه. او دستوراتی هم که قرآن گفته آقا این قوم این کارها رو انجام دادن باعث هلاکتشون شد، خلاف دست بنی اسرائیل این کارها رو کردن گرفتار به عذاب شدن. اقوامی کارهایی رو لجاجتهایی رو مرتکب شدن گرفتار به عذاب شدن، مقابل خدا ایستادن. فرعون ها، نمیدونم قارون ها، حتی افرادی که اینها یک زمانی جایگاه اجتماعی داشتن، مردم اونها رو به عنوان ولی خدا میشناختن، مثل بلعم باورا، که اینها همه مصادیقی که قرآن ذکر میکنه دیگه، ما که از خودمون نمیگیم. قرآن میگه آقا بلعم باورا یه مدتی قرآنی بود لذا اوج گرفت، اما همینی که در واقع از قرآن جدا شد، دستورات قرآن رو کنار گذاشت، میفرماید که این به زمین خورد، گرفتار شد و سقوط کرد. لذا امام صادق میفهمن راه صعود یا سقوط در همین قرآن بیان شده. من انشالله این دو مورد از مواردی که صعود و سقوط قرآن درش هست و انشالله بعدش حتما در خاطرم باشه عرض بکنم، به نظرم مهمه. ولی این روایت حضرت امیر علیه السلام فرمایش امیرالمومنین در خطبه 176 نهج البلاغه رو بشنویم از امیرالمومنین که توصیف میکنه. البته من همش رو عرض میکنم، طولانی قسمت‌هایش رو عرض میکنم. ببینید توصیف امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه از قرآن: واعلموا ان هذا القرآن هو الناصح. آقا میفهمد که مردم بدانید که این قرآن در واقع نصیحت کننده است. کدوم نصیحت کننده؟ الذی لا یغش، نصیحت کننده ای که هیچ گونه فریب و غشی درش نیست. ممکنه یک کسی بیاد بخواد من رو نصیحت بکنه یا شما رو نصیحت بکنه ولی کن دنبال یه هدفی باشه، به اسم نصیحت گویی و خیرخواهی جلو اومده. آقا میفرمان قرآن کتابی است، ببینید توصیف زیبایی، که این در واقع ناصح است، نصیحت کننده است، اما هیچ غشی درش نیست، واقعا خیر شما رو میخواد، واقعا به سعادت ما فکر میکنه. لذا قرآن مهجور قیامت شکایت میکنه از ما، میگه آقا تو فقط من رو خوندی، به من فکر نکردی که من دستورالعمل زندگی تو بودم. چرا باید وقتی گرفتار میشی خدا اینه؟ خدا واقعا انشالله هر کی گرفتاره کمک بکنه، دستگیری بکنه، گرفتاریش حل بشه، بیمارها، گرفتارها. ولی دیدید وقتی توی بیمارستان، خب این دنیا خاصیتش اینه که دیگه از دنیا دارون بالبلاء محفوفه، یه عده بیمارن، مریضی هم جزء لاینفک وجود انسانه. حالا این بیمار شده، تا بیمار شده میبینید سالها طرف این کتاب آسمانی نرفته، سالها نگاه نکرده به این قرآن یا عرض شود که دعاها و امثال اینها، اما تا کار به استخونش میرسه میره قرآن رو برمی‌داره شروع میکنه قرآن خوندن. میگه آقا این مهجوره واقعا. میگه من نصیحت کننده ای هستم که لا یقش والهاد الذی لا یضل. قرآن امیرالمومنین میفهمن هدایت کننده است که گمراه نمیکنه. یه وقتی کسی میاد به اسم هدایت سراغ شما، یه مکتب انحرافیه، یک فکر و ایدئولوژی انحرافیه. قرآن شما رو گمراه نمیکنه. قرآن تجلی کلام خداست، آمده که شما رو هدایت کنه، اسباب سعادت شما رو فراهم بکنه. والمحدث الذی لا یکذب. قرآن گوینده است، حدیث کننده است که دروغ نمیگه. حتی ممکنه یه وقت انسان یه حرف غیر واقعی باورش بشه، اینو یه جا نقل بکنه، خب حرف غیر واقعی زدیم یه وقتی ممکنه، ولی قرآن حرف غیر واقعی نمیزنه. قرآن خلاف واقع نکته‌ای نمیگه. بهشت رو توصیف میکنه، همینه. ممکنه یک انسان جاهلی بهشت قرآن رو نفهمه، به سخره بگیره متاسفانه،
جهنم قرآن رو نفهمه به سخره بگیره. بهشت هست، جهنم هست، عذاب هست، عقاب هست، از اون طرف هم در واقع پاداش و ثواب هم هست. میفرماد این قرآن خلاصه اون گوینده‌ایه که دروغ نمیگه. و ما جالس هذا القرآن احد الا قام عنه بزیادة او نقصان. چقدر زیبا حضرت امیر میفرماد. آقا میفرمان هر کسی که آمد همنشین قرآن شد، یعنی زندگیش جوری رقم خورد که این شد خلاصه همنشین قرآن بهش چیزی اضافه میکنه و چیزی کم میکنه. احسن. الا قامن به زیادت او نقصان، میفرمایند که این قرآن بر او می افزاید و از او چیزی کم نمی کند. خب چی زیاد میکنه؟ زیادت فی هدا. هر زمانی که با قرآن بشینی این به هدایت یه قدم نزدیکتر شدی. او نقصان من عما. چی کم میکنه؟ میفهمن از کوری، از نابینایی، یعنی کوری باطن ها. بله. وقتی با قرآن نشست، قرآن بناس او رو درمان بکنه دیگه، هم به هدایت نزدیکتر میکنه، هم قلب او رو از تیرگی و نابینایی بصیرت درون خلاصه مانع میشه. بعد آقا فرمودن فاستشفوه من ادوائکم. آقا فرمودن دردهاتون رو با قرآن طلب شفا بکنید، یعنی درمان بکنید دردهاتون رو با قرآن. واستعینوا به علی لعوائکم فان فیه شفاء من اکبر الداء. آقا فرمودن بزرگترین دردها، حالا ما یه وقت درد فردی تو ذهنمون میاد، واقعا دردهای اجتماعی امروز ما، بحث ازدواج، دردهای اجتماعی چیه؟ ازدواج، بیکاری، فساد، هزار و یک مشکلاتی که مردم ممکنه تو کوچه و بازار ما رو ببینن، شما رو ببینن، به زبون بیارن، یا یه مدیری رو ببینن، مسئولی رو ببینن، با او در میون بذارن. یا آقا فإن فیه شفاء من اکبر الداء. عمل به قرآنه که شفاء بزرگترین گره ها و مشکلاته. بعد خود آقا میفهمن مشکلات ما و بزرگترین دردها چیست. میفهمن هو الکفر و نفاق و الغی و الضلال. میفهمن کفر مشکل جامعه است، یعنی اینکه انسان از خدا فاصله بگیره. بعد میفهمن نفاق، درویی، که انسان یه باطنی داره یه جور دیگه اینو جلوه میده، ظاهرش یه شکل دیگه است. میفهمن این با قرآن درمان میشه. قرآنه که میتونه اون نفاق رو از وجود انسان از بین ببره. و الغی و الضلال، گمراهی، جهالت، اینها رو در واقع قرآنه که میتونه، یعنی عمل به قرآن، نه فقط تلاوت قرآن. بله تلاوت قرآن اثر داره، تلاوت قرآن تو این فضا کمک میکنه به ما قطعاً، ولی کن اون چیزی که اینها رو ریشه کن میکنه چیه؟ عمل به قرآنه، عمل به دستورات قرآن، جامعه قرآنی. این جامعه قرآنی میتونه عرض شود که به این مسئله کمک کنه. اینو سریع عرض کنم. بعد آقا فرمودن ان الله سبحانه لم یعظ احدا بمثل هذا القرآن. هیچ احدی مثل این قرآن موعظه نشده و اونقدری که قرآن موعظه کرده و خوب موعظه کرده کس دیگری نتونسته این فضا رو در واقع قرار بده. بعد آقا میفرمان که این باعث اینه که قلب‌های شما رشد پیدا بکنه، نورانی بشه به واسطه همین قرآن. خدا کمک بکنه انشالله بتونیم به این توصیفات زیبا از قرآن هم آشناتر باشیم، هم عامل و عمل کنند. همه این فرمایشاتی که از نهج البلاغه اخذ کردین از کلام مولا، داشتین در وصف قرآن میفرمودین که حالا پندهنده است که نمیفریبد، هدایت کننده است که گمراه نمیسازد، گوینده است که دروغ نمیگوید و هر کسی که با او بشینه به او اضافه میشه و یه چیزای کم میشه و الی آخر. داشتم فکر میکردم که خود وجود مبارک امیرالمومنین همه این ویژگی ها رو دارن. یعنی کسی که با ایشون بنشینه همه این برکات شامل حالشون میشه و انصافا این در ذیل همین آیه شریفه داره. حالا بعد عرض میکنم ان شاء الله. آره که ایشان این عبارت قرآن ناطق رو درباره ایشان به کار میبریم، چقدر بجاست واقعا. خیلی ممنونم. حالا بریم یکی از آیات نورانی قرآن کریم مرتبط با بحثمون هم هست، با هم بشنویم و حظ ببریم و برگردیم ادامه فرمایشات شما. بسم الله. به دل فسرده جان میبخشد، از پرتو خود جان به جهان میبخشد. این معجزه رسول پاک مدنی است، حقا که حیات جاودان میبخشد. الحمدلله رب العالمین که ما قرآن داریم، الحمدلله رب العالمین که ما مسلمان هستیم و از این نعمتهای بی‌بدیل الهی برخورداریم. خدا کنه که فقط قدردانش هم باشیم که ما حالا ذیل همین قدردان بودن در واقع
این مباحثمون در این برنامه یاد خدا تعریف میشه. خب می‌خواستین نکته رو من درباره امیرالمومنین عرض کردم که اون قرآن ناطق بودنش و اینا همه مصداقش رو درباره خود امیرالمومنین هم ما داریم. اگر بله، همین آیه شریفه‌ای که از ابتدای بحث صحبت کردیم که پیامبر خدا میفرمایند ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، در ذیل این روایتی رو دیدم که حضرت امیر علیه السلام میفرمایند من هستم اون قرآنی که کنار گذاشته شد. یعنی خب ما معتقدیم که حضرت امیر علیه السلام قرآن ناطق است، مفسر قرآن است، مصداق ذکر است که در واقع قرآن میفرماید. لذا حضرت اشاره میکنن به این روایت هم هست در ذیل این آیه شریفه و این مسئله مهمه. یعنی ما افرادی رو الان داریم گاهی اوقات متاسفانه میبینیم در بین ما افراد هم، یعنی در جامعه ممکنه دیده باشید و دیده باشن بینندگان محترم، که یک کسی قرآن رو ممکنه تفسیر به رأی بکنه یا حتی روایت اهل بیت رو تفسیر به رأی بکنه. ما مهمه که این قرآنی که این همه از عظمتش سخن گفتیم و این همه در روایات ما و حتی قرآن خودش رو در واقع برای ما بیان میکنه و روشنگری میکنه. گاهی اوقات ممکنه یه فردی رو شما ببینید نسبت به این آیات قرآن یک سلیقه شخصی رو اعمال میکنه و اینم باز از محجوریت های قرآنه. ببینید حضرت امیر علیه السلام این همه توصیف از قرآن فرمودن که عرض کردم، بعد در آخر این فرمایشات آقا فرمودن هیچ کسی در واقع مثل این قرآن شما رو موعظه نکرده. فانه حبل الله المتین، میفرماد اگر میخواید به حبل الهی بیاویزید، دست درازی بکنید به واسطه قرآن. و سببه الامین، امینتر از این قرآن، سببی امینتر از این قرآن برای رسیدن و سیر الی الله وجود نداره. و فیه ربیع القلب، میفهمد بهار قلوب شما به قرآن. این دل شما باید تازه بشه، باید نو بشه، باید گاهی اوقات بعضی از افراد میگن آقا ما قرآن رو باز میکنیم قرآن بخونیم حال قرآن خوندن نداریم، یه آیه میخونه قرآن رو کنار میذاره. خب این مال چیه؟ مال همون زنگار قلب دیگه. پیامبر خدا فرمودن ان القلوب، قلبها زنگار میگیرد همونطوری که آهن در واقع زنگار میگیرد. بعد فرمودن اگر میخواید این زنگار قلب از بین برود برید سراغ تلاوت قرآن. یعنی باز درمان همون بیحالی هم قرآنه. لذا آقا میفرماید که فیه ربیع القلب و ینابیع العلم، یعنی قرآن سبب جوشش علمه. شما هر آیه ای رو، اینهایی که تفسیر تخصصی کار میکنن یا اصلا قرآن تفسیر علوم قرآنی کار میکنن، اینها میگن آقا ما هر زمانی که به تفسیری مراجعه میکنیم یا آیه ای رو میخونیم، در زمانی بعد از زمانی مطلب جدید و نکته جدید و علم جدید بر علوم ما افزوده میشه یا اصلا باعث برکت میشه در ذهن و دل آدم‌ها. یعنی فرض بفرمایید یه دانشجو داره یه رشته غیر مرتبط به قرآن میخونه، دانشجو فیزیک شیمیه ولی مأنوس با قرآنه. ما داریم از افرادی که در واقع پزشک، نمیدونم مهندس یا در رشته‌های دیگری دارن درس میخونن و کسب علم میکنن، اما به واسطه علم، به واسطه انسی که با قرآن دارن توفیق فراوانی در همین کسب علم دارن. میگه قرآن ینابیع العلم، باعث جوشش اون علومه. و ما للقلب جلاء غیره، آقا میفرمایند که برای قلب غیر از قرآن جلایی نجویید. یعنی اگه میخواید این قلب تازه بشه، نو بشه، این رو با قرآن احیاش بکنید. حالا نسبت به وجود نازنین امام حسین علیه السلام هم عرض بکنم که حضرت سید الشهدا علیه السلام، خب البته اون مسئله معروفه که امام حسین در عصر تاسوعا به حضرت عباس علیه السلام فرمودن که مهلت بگیرن. چرا؟ فرمودن انی احب الصلات، من دوست دارم نماز بخوانم. بعد فرمودن تلاوت قرآن، یعنی دوست دارم چقدر مأنوس بودن اهل بیت ما با تلاوت قرآن. فرمودن فقط خدا میدونه که من چقدر دوست دارم. بله. در یه نقلی دیدم در کتاب شریف انوار البهیه که میفرماد امام حسین علیه السلام هر 3 روز ختم قرآن میکردن و بعد میفرمودن که من اگر بخواهم میتوانم قرآن را سریعتر بخوانم، یعنی بیشتر از شما فرض کنید روزی یه ختم قرآن. چطور برای امیرالمومنین نقلی داریم که در واقع مثلا روزی 1000 رکعت نماز، بعضی این رو استبعاد میکنن چطور ممکنه روزی 1000 رکعت؟ نماز مستحبی آدم راه میره کار میکنه، نمیدونم پشت میزش نشسته، فهم میتونه نماز مستحبی بخونه.
حالا قرآن هم همینه. آقا فرمودن هر 3 روز یه بار امام حسین علیه السلام ختم قرآن میفرمودن. بعد میفرمودن اگر میخواستم میتونستم سریعتر بخونم، اما هر آیه ای که رسیدم در اون آیه تأمل کردم. یعنی تازه تأمل کردن امام حسین علیه السلام هر 3 روز یه ختم قرآن. درباره امام رضا هم بله، حضرت رضا علیه السلام هم هر روز. مرحوم امام رحمت الله علیه نقل شده نسبت به مرحوم امام که در ماه رمضان مرحوم امام هر 3 روز در واقع ختم قرآن داشتن و این در غیر ماه رمضان هر 10 روز ختم قرآن داشتن. من مطالعه میکردم مرحوم امام در واقع در فرانسه که تبعید بودن، این خبرنگارهای خارجی که می اومدن میشستن با ایشون مصاحبه بکنن، خب اینا تا آماده بشن دوربینشون رو آماده بکنن، میکروفونشون رو آماده بکنن، فضا رو آماده بکنن، یه زمان مثلا 10 دقیقه یه ربعی زمان میبرد. مرحوم امام قرآن رو باز میکردن، شروع میکردن قرآن خوندن تو 10 دقیقه یه ربع. بعد بعضی از افراد میگفتن آقا این قرآن رو کنار بذارید، آماده بشید راجع به مصاحبه مثلا فکر کنید. امام اعتنا نمی‌کردن، قرآنشون رو می‌خوندن. عین اون 10 دقیقه تا لحظه‌ای که می‌خواستن مصاحبه بکنن به تلاوت قرآن مشغول بودن. خب اینو انسان از اولیاء خدا ببینه، یاد بگیره. واقعا این بزرگان انسشون با قرآن بزرگشون کرد. این اون چیزی که باعث میشه انسان سیر الی الله داشته باشه، بزرگ بشه، روح بزرگ و نورانی پیدا بکنه. یکی از مهمترین اسباب قرآنه. اهل بیت، قرآن، این دو کنار هم. حالا من یه حدیث هم عرض بکنم باز از اهمیت همین تلاوت قرآن، از وجود نازنین پیامبر بزرگوار اسلام که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن در کتاب وسائل شیعه این روایت هست. آقا فرمودن ان اهل القرآن فی اعلی درجه من الآدمیین. فرمودن اهالی قرآن. اهالی قرآن یعنی کی؟ یعنی کسی که تلاوت قرآن میکنه، کسی که حفظ قرآن میکنه، یعنی مراتب در واقع عادی تا به مراتب بالا، کسی که تدبر در قرآن میکنه، کسی که در واقع راه مردم رو با قرآن باز میکنه و مسیر رو بهشون نشون میده. آقا فرمودن ان اهل القرآن فی اعلی درجه من الآدمین. اینها بالاترین درجه آدمیت رو دارن، یعنی جز انسانهای صاحب مقامن، جز انسانهایی هستند که به تکامل نزدیکترند، سیرشون سیر صحیح تری. بعد فرمودن ما خلا النبیین و المرسلین. البته از نبیین و مرسلین جدا فرمودن، خب پیامبر، رسول و نبی جایگاهش فرق میکنه. بعد آقا فرمودن این یه توصیه مهمه، یک توصیه برای همه مردمی که میگه آقا شما باید احترام بذارید به اهل قرآن، یعنی اهل قرآن رو احترام بکنید، همونطوری که کتاب قرآن رو ما احترام میکنیم، همونطوری که آیات قرآن رو احترام میکنیم. لا یمسه الا المطهر. میگه آقا چطور ما بی وضو دست نمیزنیم، بدون طهارت دست نمیزنیم به آیات قرآن؟ میفرماد چطور شما احترام میکنید کتاب قرآن رو؟ اینا همه مصادیق احترامه. آقا میفرماد فلا تستضعفوا اهل القرآن حقوقهم. فرمودن که اهل قرآن رو نکنه حقشون رو ضعیف ببینید، کم ببینید، اینا رو تحقیر بکنید، کوچک ببینید، بلکه اینها رو احترام بکنید. فان لهم من الله العزیز الجبار لمکانا. آقا فرمودن این اهل قرآن در نزد پروردگار عالم یه جایگاه ویژه و ممتازی دارن، لذا احترامشون بکنید. لذا جای قاری قرآن دیدید احترام بکنید. قاری قرآن نزد خدا مقام داره، حافظ قرآن نزد خدا مقام داره، مفسر قرآن، استاد قرآن، مربی قرآن در بالاترین درجات دیگه. در روایات هم هست که احترام میکردن حضرت امیر علیه السلام کسی که میشنیدن این مربی قرآنه، یعنی به دیگران قرآن تعلیم میده. این به نظرم یکی از روش‌های خارج کردن قرآن از محجوریت دیگه. یاد یه جملاتی افتادم از حضرت آقا، میفرمودن یه روزی که اگه میخواین قرآن توی زندگی مردم جریان پیدا بکنه، زن، مرد، بچه، بزرگ تو خانه قرآن بیاد، راش اینه که به قهرمانان قرآنی احترام کنیم. قهرمانان قرآنی فرمودن این که ما احترام میکنیم به اینها به همین جهت لب و دهان اینها رو باید بوسید، اینها حاملان قرآنن، حافظان قرآنن و اینا، و این باعث میشه دیگران هم ترغیب بشن به سمت رفتن به قرآن. که ما چقدر فرصت داریم تا پایان؟ 1 دقیقه فرصت داریم، جمله پایانی شما رو بیشتر. عرضم اینه که ما اگر این افراد رو که به عنوان قهرمان قرآنی تعبیر فرمودید
این افراد رو در واقع در چشم مردم عزیز نکنیم، خب شیطان و شیاطین که بیکار ننشستن. ثمرش اینه که افرادی رو به عنوان قهرمان به فرزندان ما جایگزین میکنن و معرفی میکنن که اینها در واقع باعث افول جامعه و اجتماع خواهند شد، نه باعث صعود. لذا باید این افراد به عنوان قهرمان معرفی بشن و به عنوان افراد صاحب سبک که سبک زندگی به مردم یاد میدن، این افراد باید معرفی بشن. خیلی ممنونم آقای جلالیان عزیز، خیلی استفاده کردیم مثل برنامه گذشته. اما اوامر نیست بزرگواری خیلی ممنون. آقای ارنست رونان یک فیلسوف معروف فرانسویه، میگه که توی کتابخونه من هزار جلد کتاب فلسفی و علمی و ادبی و اینا هست که هر کدوم بیش از یه بار نخوندم، اما یه جلد کتاب هست هر وقت میخوام به آرامش برسم، درهایی از معانی به روم باز بشه، گشایشی حاصل بشه، میرم اون کتاب و دوباره و چند باره مرور میکنم. اون کتاب کتابی نیست جز کتاب آسمانی مسلمانان، قرآن کریم.